سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که خوب و سلامت باشید. بریم سراغ قسمت اول طراحی لندینگ پیج. توی قسمت اول می‌خوایم راجع به محیط فیگما یکم با هم دیگه صحبت کنیم و یه بررسی کلی داشته باشیم به جزئیات، حالا امکاناتی که خود فیگما در اختیار ما میذاره و تنظیماتی که سمت چپ و راست پنلمون داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم. خب شما طرح که باز می‌کنید داخل فیگما، همونجوری که قسمت قبل بهتون گفتم، حالا ایمپورت می‌کنی یا فایلش رو داخل خود نرم افزارتون روی سیستم باز میکنین، کلا سمت چپ میبینید که یک سری لایه هایی مثل المنتور، مثل گزینه ناور المنتور اینجا داره که حالا برامون لایه بندی کرده و هر قسمت رو مثلا من میخوام سلکت کنم روش، سمت چپ خودش میاد اتومات سلکت میکنه و اینجا حالا میتونم بازش کنم ببینم که لایه زیریش از چه المان هایی تشکیل شده و چه فریم هایی تشکیل شده و به چه صورته. دقیقاً مثل همون ناور المنتور تفاوت آنچنانی نداره و پیچیدگی خاصی هم نداره. سمت راست هم حالا مثلا هر المانی من سلکت کنم، حالا به عنوان مثال این متن یک سری گزینه‌ای برای من داره. حالا مثلا میتونم بیام خود متنم رو سلکت کنم، اینجا فونتم رو عوض کنم از این قسمت، وزن فونتم رو عوض کنم، یا حالا بیام تغییرات دیگه رو بهش اعمال کنم مثل رنگ، مثل حالا لاین هایت، فاصله به اصطلاح اون متن ها، الایمنتش و گزینه‌های دیگه. حالا هر قسمتی میخوام میگم سلکت میکنم، تنظیمات خاص خودش داره. یک چند تا گزینه اینجا داره که حالا در طول طراحی باهاش آشنا میشیم و بیشتر توضیحات رو بهتون میدم. بچه‌ها فقط اینو بدونید وقتی طرح فیگما دست ما میرسه از تمام قسمتاش میتونیم استفاده کنیم. یعنی عکس اینجا باشه، من دقیقاً میتونم با همین مسی که اینجا باشه ایجاد کرده اکسپورتش بگیرم و خروجی بگیرم به همین شکل داخل سایت هم استفاده کنم. دیگه نیام مثلا داخل المنتور رو بهش کد بدم یا حالا ماسک رو بهش اضافه کنم که این شکلی برش در بیاد. خروجی هم بخواید بگین به PNG میتونید بگین، JPG میتونید بگین، SVG هم میتونید بگین. برای آیکون ها مثل چی؟ مثل این قسمت آیکون نیاز داشته باشید میتونید خروجی SVG ازش بگیرید و استفاده کنید. خروجی PDF هم معمولا برای طرح کلی، یعنی مثلا من این کل طرح رو انتخاب میکنم، یه خروجی PDF میگیرم میفرستم برای کارفرما که اونجا رو سیستم باز میکنه، براش با کیفیت باز بشه و به درد کسایی میخوره که فیگما رو نصب ندارن، میخوان نمونه کارشون رو نشون بدم به کارفرما ولی خب نمیخوان تو PNG باشه، چون PNG یه مقدار کیفیتش میاد پایین‌تر. خب بریم سراغ محیط اصلی فیگما. زیاد سخت نمیگیرم عملا تو توضیح دادن، خیلی کلی بخوام. این سمت چپ پنل شما میشه تابایی که باز کردید قبلا، اینجا براتون باز هم مجدد هم گزینه‌ها رو میاره و خب من یک سری به اصطلاح سرچ‌های داخل خود محیط فیگما زدم. فیگما یه قسمتی هم داره به اسم کامیونیتی. سمت چپ پایین اکسپلور کامیونیتی گوش بزنید، یا حالت حالا اکسپلور به اصطلاح فیگما حساب میشه که هر چیزی رو سرچ بزنید داخل حالا فیگما براتون نمایش داره. مثلا اینجا من سرچ کنم آیکون، تمام کسایی که منم پک آیکون داخل وبسایت منتشر کردن، داخل محیط کامیونیتی فیگما منتشر کردن، برای من نمایش داره. حالا این یک سری اکستنشن هایی داره، یک سری پلاگین هایی داره خود فیگما که میتونید از اینها هم استفاده کنید ولی زیاد وارد جزئیاتش نمیشیم. برای مثال من از این پک آیکون بخوام استفاده کنم، خب میام اینو بازش میکنم داخل یک تب، اینجا اوپن د فیگما رو میزنم، داخل اکانتم بازش میکنم و وارد قسمت فیگما میشم. خب اینجا سمت چپ نوشته پیج. خب چند تا پیج داره اینجا، چند تا صفحه تشکیل داده. صفحه اولش اینه که ویلکام، خوش آمدگوییشه، یک سری توضیحاتی داخل این به اصطلاح فایل ها داده که چه جوری و کیا ساختن و برای چی ساختیم و حالا اکانت ما رو فالو کنیم و غیره. میام تو قسمت آیکون، این سلکتش رو انجام میدم، لاین آیکون. این سه تا قفله، این چهار تا فکر می‌کنم باید خریداری بشه و آره اینا به اصطلاح پریمیومه. توی مثلا لاین آیکون که برید، خب اینجا یک سری آیکون می‌بینید که همه رو میتونید استفاده کنید. حالا برای اینکه کارمون راحت‌تر بشه، مثلا من اینجا تو قسمت اسیست میام سرچ میکنم حالا آیکونی که میخوام. به عنوان مثال آیکون کپی رو من اینجا میخوام. خب کپی رو میزنم، دو تا پی زدم اینجا اشتباهی، و کپی رو که بزنم خب آیکونی که میخوام اینجا برام سرچ میشه. هر کدومی که بخوام انتخاب کنم، حالا بخوام وارد اون قسمت آیکونش بشم، مثلا من اینو میخوام انتخاب کنم، کلیک راست میزنم گومین و این قسمت برام آیکون باز میشه. حالا روش سلکت میکنم، میام پایینتر پریویو، قسمت SVG اکسپورتش رو میگم روی سیستم به عنوان آیکون SVG دانلود میشه به صورت خودکار. حالا خوبیه که داره فیگما، رنگ اینم شما میتونید عوض کنید. مثلا بیای سلکت کنی و این پایینیه رو مثلا بیای عوضش کنی، مثلا رنگش رو بیای حالت قرمز، زرد یا حالا هر رنگی که با توجه به وبسایت میخوای
استفادهش کنیم. قسمتی دیگه فکر نمی کنم باقی مونده باشه و خب این طراحی که قبلا باز شد روی سیستمم. بریم سراغ طراحی قسمت اول، بریم سراغ هدر. خب تو قدم اول من اومدم یه دونه ساب دومین ایجاد کردم به اسم دوره روی اکانت حالا نترفاز پیشن وردپرس و اینا که بتونم طراحیم رو انجام بدم. پلاگین هایی که نیاز دارید قطعا المنتور و المنتور پرو هست و بریم برای نصبش. خب پوستر رو من میتونم اینجا بزنم رو هلو المنتور، قسمت محبوب سلام المنتور رو نصب میکنم. تزیین رو تا نصب بشه، پوسته سبک و بسیار جذاب. خب فعال کردنش رو میزنم، پوسته برام فعال شد. میرم تو قسمت افزونه ها و المنتور که نصب، المنتور پرو رو نصب کنم. خب من پاز میزنم ویدیو تا نصب بشه. خب بریم برای ادامه نصب. فعال کردنش رو میزنم تا نصب و فعال سازیش انجام بشود. بچه‌ها المنتور پرو از سایت پیشن وردپرس تهیه شده، سایت خودمون، و آپدیت خودکار داره، آپدیت دائمی و عملا لاینسنس هم نداره. شما یک بار تهیه کنید برای آپدیت هم به اصطلاح میتونید همیشگی دسترسی رو داشته باشید. فقط کافی این قسمت برسه و برزرسانی بزنید تا آپدیت رو چک کنه از روی سیستمی که من براش تهیه کردم به حالا سرورمون. و الان فعلا من آپدیت براش نذاشتم، یعنی آپدیت جدیدتری اومده ولی شنیدم که یک سری باگ‌هایی داره و فعلا نگهش داشتم. اگه کسی به صورت فورس میخواد آپدیت براش انجام بشه، یه تیکت به وبسایت بزنه تا از طریق پشتیبانی براش قسمت حالا آپدیتش رو انجام بدیم. این به زودی آپدیت جدیدش رو هم منتشر میکنم. خیلی خوب، المنتور پرو نصب شد، قسمت پوست هم نصب کردیم. بریم سراغ برگه هامون. من برگه قبلی همه رو پاک میکنم، افزودن برگه رو میزنم اینجا، میزنم که صفحه اصلی. خب این قسمت جدید المنتور که قبلا این گزینه‌ها نبود ولی خب حالا کار بهش نداریم. اینو میبندم. من الان برگه صفحه اصلی ایجاد کردم در حالی که قدم اول میخوام طراحی هدرمون بشه. خب پس حالا یه انتشار اینجا میذارم که صفحه منتشر بشه. این دیزاینی که میبینی این شکلیه برای حالت جدید المنتوره که تو آپدیتاش دیگه این فعال هست به صورت پیش‌فرض. اگه بخواید غیر فعالش کنید فقط کافیه که بیاین تو قسمت تنظیمات پیشرفته المنتور و ویژگی ها، بیاین پایینتر، نوار بالا ویرایشگر رو بزنید قسمت غیر فعال. پس شد قسمت تنظیمات المنتور و قسمت ویژگی ها. اینو بذارید روی غیر فعال و سیستم کانتینر فلکس باکس هم مثل دیفالت فکر کنم فعاله و میز فعال کردن نداره. خب میام سراغ قسمت قالب ها. برای اینکه بخوایم یه هدر بسازیم باید این تم ایجاد کنیم. تم رو میذارم، قالب رو میذارم نوعش رو هدر و اسمش رو میذارم حالا هدر سایت. ایجاد کردنش رو میذارم تا برامون ایجاد بشه. اینجا یک سری تمپلیت های پیش‌فرض رو برامون داره که نیازی نداریم بهش. سبدر رو میزنم. خب قدم اولمون میشه اینجا. اول از همه بک‌گراند کل وبسایت رو من اینجا کلیت سلکت میکنم، میبینم که سفیده، پس زمینه کل سایت اینجا سفیده. این چشمم که بزنید خاموش روشن میشه و متوجه میشید که این قسمت برای مثلا این رنگی که انتخاب شده برای کدوم قسمته. خب این برای کل سایته که رنگش سفید انتخاب شده، پس فعلا کاری نداریم. یه دونه کانتینر بالا داریم، یه دونه کانتینر پایین. دو تا کانتینر زیر هم دیگه است. کانتینر به سمت چپ و عناصر هم چینده شده. خب این قسمت لوگو و این جستجو داخل یک کانتینر، این دو تا دکمه داخل یک کانتینر و این کانتینر مادر این قسمت انگار به اصطلاح چینشش به این صورته. تراز محتواش رو فاصله بینابینیه که بره دو تا کانتینر رو به گوشه ترین حالت ممکن خودش بچسبونه. خب ما میایم اول از همه کانتینر مادر رو ایجاد میکنیم، داخلش دو تا کانتینر رو میذاریم. یک کانتینر اینجا یه دونه تکثیر میگیرم و سمت چپش قرار میگیره. خب داخل کانتینر سمت راست لوگو و آیکون جستجو. من لوگو رو میخوام از قسمت فایل فیلم رو بردارم ولی این از متن و حالا تصویر و
تصویر تشکیل شده و عملا میخوام خروجی بگیرم ازش، باید این کار رو انجام بدم. شما وقتی که ماوس رو میاری روی سکشن، حالا هر قسمتی از فیگماتون، مثلا این سکشن بالایی، خب یک فریم اصلیه که داخلش یک سری باز فریم های دیگه چیده شده، یک سری عناصر دیگه قرار داره. ماوس رو که ببری میاد فریم بالایی انتخاب میکنه، ولی وقتی کنترل رو نگه داری میره سراغ لایه‌های زیری. کنترل رو نگه دارید، شیفت هم نگه دارید که چند تا با هم دیگه سلکت بشه. اینو انتخاب کنید، اینم انتخاب کنید، تصویرم انتخاب کنید. حالا آلت رو نگه دارید، این ماوس تبدیل میشه به این حالت دوتایی و میتونی ازش کپی بگیری. من یه کپی اینجا میگیرم میرم سمت راست. فکر میکنم کوچیک باشه، یعنی کیفیت تصویرش بیاد پایین. حالا من خروجی میگیرم ازش، میام همش با هم دیگه اینجوری سلکت میکنم با ماوس، کلیک راست رو میزنم و فریم سلکشن رو میزنم. همه اینها رو میاره دقیقاً داخل یک فریم قرار میده. الان این سه تا چی بهش میگن، گزینه، سه تا تصویر و محتوایی که داریم، اینا زیر مجموعه یک هیچ فریمی نیست. من فریم یا گروپ رو که بزنم فریم سلکشن میکنه و اینا میره زیر مجموعه یک فریم قرار میگیره. خب من از این فریم میتونم خروجی بگیرم، ولی از این سه تا با هم دیگه نمیتونم خروجی بگیرم. میتونم سه تاشو با هم دیگه سلکت کنم، بیام قسمت اکسپورت بگم خب این سه تاش همزمان با هم دیگه به من خروجی بده. نمیشه اکسپورت سه لایر، تری لایر سه تا لایر با هم دیگه خروجی بگیره که این امکان پذیر نیست. باید بیاد زیر یک فریم قرار بگیره و فریم رو خروجی بگیره. خب فریم رو که بزنید این قسمت اکسپورت اینو که برای ما میاره. خب یه مقدار فضای خالی سمت راستش داره. بذار اصلا من خروجی بگم چه جوریه. من روی پی ان جی میذارم، اکسپورت رو میذارم روی سیستم خودم، قسمت دانلود ها سیوش رو انجام میدم. خب میام قسمت دانلود ها تصویر رو باز میکنم و خیلی کوچیک و فکر میکنم بی‌کیفیت میفته. حالا بیارمش روی سایت، اینجا میام به جای حالا سایت لوگو از تصویر استفاده میکنم، دستم بازتر باشه. اینجا هم المان جستجو رو داریم، من سرچ رو میزنم تا ورد دیگه. انگلیسی هم سرچ کنم، فارسی زدم، فارسیش هم آورد. خب میام جهت کانتینر به سمت افقی میچینم، میام کانتینر مادر رو سلکت میکنم، تراز محتوا رو میذارم روی وسط، خود کانتینر های کوچیکم زیریش هم تراز میذارم روی وسط که وسط چین توی راستا قرار بگیره. میام سراغ تصویر اینجا آپلود میکنم، گزینش و میبینیم که خیلی بی‌کیفیته. خب کاری که باید انجام میدیم این که بزرگترش کنیم. چند تا کنترل زد میذارم که از حالت فریم خارج بشه و برگرده حالت اولیه خودش. حالا که برگشت من باید تصویر حالا این گزینه ها رو همه رو بزرگ کنم که بتونم با کیفیت بیشتری ازش خروجی بگیرم. خب رو تصویر کلیک میکنم. شما وقتی همینجوری بکشینش میبینید که تو حالا عرض و محتوایی که کشیده شده به صورت یکسان نیست. یعنی اگه من بخوام ارتفاع و عرضش به یک اندازه بزرگ بشه باید شیفت رو نگه دارم و ماوس رو بکشم به سمت پایین تا سایز خودش رو بگیره. خب این المان متن نیست، المان تصویر از این آیکونش هم مشخصه. خب اینم دوباره با شیفت بزرگش میکنم، میارمش اینجا. این المان متنه، اینو من میام بزرگش میکنم دیگه. اینجا میام فونتش رو مثلا میذارمش روی 32، میارمش زیر و توی یک تراز قرارش بدیم بهتره. الان میبینید خط قرمز رو توی یک تراز من قرار داده و این بهترین حالت ممکن خودشه. این خط پایینی هم که زیرش تشکیل میشه این دقیقاً میگه که آقا این محتوای متن تو هم تراز با این پایینیه. خب من اینو بخوام بچینم، اینو میام حالا یه مقداری بزرگترش میکنم که بهتر باشه و فکر میکنم که الان مناسب ترین حالت خودشه. سلکت میکنم اینا رو با هم دیگه، دوباره میام فریم سلکشن، دوباره اکسپورت و پی ان جی خروجیش رو میگیرم، قسمت دانلود ها و ریپلیسش رو انجام میدم جایگزین بشه. خب بازش میکنم، الان خیلی بهتر شد و کیفیت بالاتری رو ما اینجا داریم. میام تو قسمت لوگو، دوباره آپلود و گزینش، الان با کیفیت تر و بزرگتر برای ما نمایش داده میشه. یه فضای اینجا ما سمت راستش خالی داریم. خب ببینیم از چیه. نمیدونم، ولی خب اینجا فضای خالی اونقدر ما نداریم که بخواد اذیت کنه. من کنترل رو میگیرم اینجا، میام فریم رو میکشم تا این نوک این لوگو و الان باز هم فضای خالی داریم، باز میکشمش جلوتر، تفاوت ایجاد
نکرد. بذار بکشمش اینجا. خب نه، بیام تو تصویر یکم کوچیک‌ترش کنیم اینو. یکم باش کار کنیم ببینیم به چه صورته. خب اینو ببینیم میشه برتر نمیشه، اینو نمیشه اینجا باز هم نشد و برش میگه نوبت اولیه خودش. اوکی، حالا زیاد چیز خاصی نداره. یک کوچولو دیگه فاصله سمت راست رو داره، میتونم راست چینش هم بکنم. البته این آره راست چینش کنم، ارزش رو اینجا بزرگتر کنم، بزنم رو 100% و ارزش رو بیام از طریق خود ابعاد اینجا تغییر بدم. چون اینجا ارزش رو کوچیک کنم باز میبینی که این تصویر من هنوز اون ارزش رو داره. میام اینو پس پاک میکنم، پیش فرض 100% میذارم، از تو قسمت ارز اینجا میذارم رو سفارشی که کل عکس رو بیاد سلکت کنم. مثلا من اینقدر رو براش در نظر میگیرم. خب المان جستجو رو هم قرار دادیم، بریم سمت چپ. اینجا المان دکمه و المان دکمه مجددا. بچه المان دکمه من استفاده کردم ازش جدیدن، یک باگی که داره نمیذاره این آیکونمون رو تنظیم کنیم که سایزش چقدر باشه. حالا من استفاده میکنم که مشکلش رو با هم دیگه ببینیم. اگه باز هم اونقدری مشکلش حالا جدی نبود که ازش استفاده میکنیم، اگه نتونستیم خیلی خوب کارش کار کنیم، از المان آیکون لیست استفاده میکنیم، المان جایگزین دکمه که خیلی بهم اجازه میده راحت‌تر کاستوم کنیم. خب سمت چپ دو تا دکمه رو ما داریم، پس میام قسمت اینجا دکمه و یک کپی. خب جهتش رو میذاریم عمودی، خود کانتینر رو میذاریم قسمت پایان، اینجا تراز محتواش میذاریم پایان و میام عرض به کانتینر مادر یه مقدار میکشم بره سمت راست قرار بگیره. فاصله‌اش هم میذارم فاصله بین و بینی، وسط نمیذارم فاصله بین و بینی. خب این مقداری بهتر شد. میتونم بیشتر هم بکشمش. خوبه 56. بچه اینجا انتشار رو بزنید، میگه که کجا میخوای قالب رو نمایش بدی. خب اد کاندیشن رو بزنید که داخل کل سایت این قالب نمایش داده بشه. این شرط گذاریه دیگه. مثلا این اینکلود که زدم میگه آقا تمام قسمت های شامل این گزینه ها میشه، یعنی اینکلود که باشه هر قسمتی هر گزینه‌ای که انتخاب کنی، حالا کل سایت آرشیوی برگه خاصی رو انتخاب کنی، شامل این قسمت ها میشه. اکسکلود که بزنی یعنی میگه آقا توی کل سایت نمایش نده، شامل این گزینه نباشه. حالا میتونی دو تا شرط تعیین کنی، مثلا این داخل این برگه نمایش بده، داخل اون برگه نمایش نده، یا داخل کل سایت نمایش بده، داخل این برگه نمایش نده. اگه دو تا هدر متفاوته یا تمپلیت رو میخوان بسازین، این کلود رو بزنید رو اینتر سایت و سیو اند کلوز. خب من سیو رو زدم. حالا میام سراغ گزینه بعدی، دکمه سرچ رو با هم دیگه بسازیم. خب برای که بخوایم به این شکل درش بیاریم باید قسمت به قسمت با هم دیگه پیش بریم. اول از همه از قسمت محتوا شروع میکنیم. خب این متن داخلش چیه؟ نوشته جستجو. خب من میام کپی میکنم. آها یک روش دیگه هم داره، به جای که کنترل رو نگه دارید بیاد روی این قسمت ها که بره سراغ لایه های زیری، بعضی قسمت ها ممکنه خوب سلکت نکنه. برای مثال چی؟ الان مثلا من میخوام اینو سلکت کنم، الان اومده کانتینر اصلی رو، فریم بالاتر رو سلکت کرده، کنترلی که میگیرم این خود آیکون رو نیمه کلش رو بگیره. خب میام چیکار میکنم؟ میام اول از همه دو تا کلیک میکنم، الان میره سراغ لایه زیری، به ترتیب میره. دو تا کلیک دیگه بکنم باز میره سراغ لایه زیری ترش، این از این قسمت و لایه بالاتر. خب الان این میشه قسمت آیکونم که ازش خروجی هم میتونم بگیرم. خب من اینجا میام چند تا کلیک میکنم که برسم سراغ این محتوا، دوبار کلیک میکنم که بتونم متنش رو کپی کنم، این قسمت میرسم جستجو. دو نقطه‌اش هم پاک کنیم بهتر. آیکونی نداره داخل این قسمت. الان قسمت ما سرچ فیلد رو داریم با هم دیگه طراحی میکنیم و اینجا میشه گزینه سابمیت باتن. خب فعلا کاری نداریم بهش، آیکونی که نداره، اتو کامپلیت هیچی. قسمت کلیر میشه آیکونی که داریم سرچ میکنیم و این ضرب داره که میاره و میذاریم حالت دیفالتش باشه. خوبه. گزینه سابمیت باتن رو اینجا پاک میکنیم و هیچ متن رو نمیذاریم قرار بگیره، چون فقط قرار آیکون باشه. قسمت آیکون آپلود فایل SVG. خب از آیکون خروجی میگیرم اینجا. فکر کنم یه بار آپلود کردم اینجا. آره ما آپلودش رو انجام دادم. درج رسانه رو میزنم و اینجا برام آپلود میشه. حالا تو قسمت استایل میریم استایلش رو با هم دیگه درست میکنیم. بچه‌ها قسمت ریزالت وقتی شما میخوای سرچ کنی میتونی لایو سرچ رو
تعبیه ببینیم برای سایت. یعنی چی؟ یعنی وقتی من فعال کنم یه گزینه دارم سرچ میکنم، مثلا می‌نویسم یه محتوایی راجع به حالا این سایت دارم سرچ میکنم و من راجبش مقاله قرار دادم روی سایت، این میره میگرده اون مقاله رو پیدا میکنه تو ریزالت. این پایین یه باکسی که حالا میتونی از طریق تمپلیت المنتور براش بسازی، داخل اون باکس نشون میده که مثلا این که شما سرچ کردی راجع مثلا این مقاله است، حالا رو میزنی و واردش میشی. حالا فعلا من برای این سایت نمیخوام داشته باشم. خب کوره و بقیه قسمت ها هم کاری نداریم، میریم سراغ استایل. قسمت تایپوگرافی، خب فونتی رو آپلود نکردیم، یه ورژن میزنیم میریم تو پریویو که بتونیم وارد پیشخوان بشیم. از تو قسمت کاستوم فونت، خب چه فونتی باید آپلود کنیم، میایم سلکت میکنیم، میگه خب فونت یکانبخ. از کل سایت فکر میکنم فقط یکانبخ رو استفاده کرده و آره نیاز داریم که وزن مختلفش رو آپلود کنیم. فونت رو میتونید از سایت فونتریون تهیه کنید و حالا برای وبسایت کارفرماتون داشته باشید. حالا این روشی که من خودم پیشنهاد نمیدم، دعوتم نمیکنم کسی کاری انجام بده، ولی داخل تلگرام میتونید فایل فونت رو برای تمرین پیدا کنید و استفاده کنید. من نمیتونم داخل چنل تلگرام قرار بدم چون قانون کپی رایت نداره، دردسر، ولی میتونید پیدا کنید داخل چنل تلگرام. حالا جستجو که کنید کانال هستن که فونت رو بیان براتون قرار بدن، ولی برای تمرین استفاده کنید و حالا برای کارفرماتون اگه تونستین هزینه‌شو جدا بگیرید که به اصطلاح این هزینه فونت رو قانونی تهیه کنید و بتونید استفاده کنید. البته گرچه یه بار میتونید فونت رو تهیه کنید و اما یک بار که تهیه کردید بس، نیازی نیست اصلا هر بار که برید وبسایت میزنید دوباره برید فونت رو بخرید. خب بریم قسمت اد نیو فونت. من یه لحظه پوشه فونتام بیارم اینجا. خب یکانبخ فامیلی و حالا چند تا فولدر داریم. من وب فونت رو باز میکنم، قسمت فونت. خب یکی این قسمت ها رو لازم داریم، یکی این قسمت TTFش رو. به ترتیب این قسمت رو آپلود میکنم. من 2-3 تا اونجا آپلودش رو انجام میدم، بعد ویدیو رو پاز میکنم که به حالا داخل وقت ویدیو هم صرفه جوری بشه. خب اولیش رو میام اسمش رو سلکت میکنم، قسمت فونت اینجا پیستش رو انجام میدم و اد استاتیک فونت رو میزنم، قسمت فایل TTF آپلودش رو انجام میدم، میام سراغ پوشم TTF این رو اینجا درگ دراپ میکنم، میام قسمت سراغ فایل وف فونت وف، فرمت وفش رو آپلود میکنم. بعدی خب این سه تا آپلود شد، میام سراغ انتشار و فونت بعدی اد نیو فونت سیمی بولد. وف دور اینجا ما همینجا هستیم، همینو میکشیم اینجا. وف 1 و TTF. خب این دو نمونه رو من آپلود کردم فعلا. حالا ببینیم چه وزنایی نیاز داریم، مثلا نیاز نباشه همشون آپلود کنم اینجا. یکی ریگولارش رو نیاز داریم، یکی دوباره ریگولار و رگولار. چی این قسمت هم مجددا همون. لایتش رو هم نیاز داریم، لایت TTFش من لود میکنیم و فونت و لایت وف 2 و لایت. خب اینجا انتشار لایتش هم که گذاشتیم. پایینتای و فونت چیزم داریم، فانو یکانبخ فانوم یعنی فارسی نامبر. میام تو دور فایل ها برمیگردم اینجا، فانومش رو هم داریم و فونت. حالا بذارید اون TTFش رو آپلود کنم. یه وزن بیشتر نیاز ندارم فکر کنم، ریگولارش مناسب تر باشه. کپیش رو میگیرم دوباره برمیگردم به سایت. لایتش هم که اد کردیم اینجا ادش رو انجام میدیم، میایم تو پوشمون و این TTF رو آپلود میکنیم. وف 2
به فونت ریگولار وف 2. خب اینم آپلود شد. بریم سراغ فایل وف و ریگولار رو مجددا میاریم. خب اینم از ریگولار اوکی انتشار. خب بلک. خب بذارید من پاز رو بزنم، هرچی فونت نیازه رو من اینجوری سلکت میکنم و حالا به فونت ها که نیازه چیه، مثلا خب من این روش که کلیک میکنم مشخصه دیگه نوشته وزنش چیه سمت راست. خب لایت بلک، حالا ریگولار و اکسترا بولد فکر کنم همش نیازه. آره من همه رو میام اد میکنم از این قسمت. حالا پوشه که دارم ویدیو رو پاز میزنم و مجددا برمیگردیم. خب ما فونت رو اد کردیم بچه‌ها و الان دیگه کارم با قسمت فونت ها تموم. ببینید فونت مورد نظرم اینجا سلکت کنیم. من تایم ویدیو رو دیدم از که 30 دقیقه شد تا الان. ویدیو رو پاز میکنم، برید سراغ قسمت بعدی استراحتی بکنید و قسمت بعدی در خدمت شما خواهیم بود. موفق و پیروز باشید. فعلا خدافظ.